السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ماه شریف رمضان برای هر یک شما مبارک باشد. الله سبحانه و تعالی می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، بر شما روزه داشتن فرض گردانیده شد، چنان که فرض گردانیده شد بر کسانی که پیش از شما بودند، شاید که شما پرهیزگار شوید. الله تعالی ضمن آیت مذکور مؤمنان را با محبت خود سزاوار داده، آنها را روحاً بیدار ساخته با ندا خطاب می‌کند که ای کسانی که ایمان آورده اید، همچنانی که بر امتهای پیغمبران گذشته از زمان آدم علیه السلام تا حاضر روزه داشتن فرض شده بود، بر شما نیز روزه داشتن فرض گردانیده شد. الله مهربان پیش از آن که روزه را بر بندگان خود فرض گرداند، از آنها طلب دارد که با ایمان باشند. در واقع ماه شریف رمضان را هر یک ما به صبرانه انتظار بودیم و الحمدلله که الله سبحانه و تعالی ما را به این سال ماه شریف رمضان آورده رسانید. شخصانی که ایمان می آورند و همچو امر الهی روزه را می دارند، متقی و نکوکار بوده از کارهای ناشایسته پرهیز می کنند. روزه‌ای که امت مسلمان می دارد شرعاً چنین است: انسان مسلمان پیش از صبح با نیت روزه داشتن سحرخوری می کند و بعد غروب آفتاب افطار می نماید. شکرانه نعمت الله که هر یک ما را مؤمن و مسلمان آفریده است و ما را این ماه بزرگ عطا فرموده است. در ماه شریف رمضان تمام آنچه که روزه را می شکند، یعنی از خوردن، آشامیدن، جما و غیره پرهیز می کنند. الله تعالی انسان مؤمن را که روزه می دارد تقوادار نام نهاده است. در مردمی که امت محمد صلی الله علیه و سلم و پیرو قرآن نیستند، تغییر دادن مهلت و طرز روزه‌داری دیده می شود. از مضمون آیت 183 سوره بقره معلوم است که روزه داشتن کاری نو نبوده، بلکه برای دیگر امتها مثل یهود و نصارا نیز فرض بوده است. لیکن یهودیان آن را تغییر داده، یک ماه را به یک روز آورده رسانیدند. به گمانشان آن که یک روز هم روز غرق شدن فرعون ملعون است. اما نصرانی ها باشند و گروه و مذهب ها جدا شده در خصوص روزه داشتن ماه رمضان اختلاف دارند. بعضیشان از محصولات حیوانی نمیخورند و خود را روزه‌دار می حسابند، آن هم 40 روز است. خلاصه به روایت حسن اختلاف آنها بعدی بر امت مسلمان فرض شدن رمضان پیدا شده است. گروه دیگری نصرانی ها باشد، بعد چند سال وقتی گرمای بلند بود، رمضان را به وقت سلقینی به عقیب راندند. وقتی که هوا معتدل شد، با اختیار خود گویا کمبودی کرده باشند، برای اصلاح 30 روز نه و 40 روز یعنی 10 روز برای
جبران آن روزه اضافه می داشتند. چند مدت گذشت، پادشاه محبوبشان بیمار شد. برای شفای آن 7 روز روزه داشتن را بر خودشان نظر نمودند. این را هم به رمضانشان ضم نمودند. نهایت 47 روز شد. بعد گذشتن پادشاهشان، پادشاه دیگری آمد، گفت 3 روزی دیگر چه زیان دارد. اطاعت او را نموده این 3 روز را به آن 47 روز ضم نمودند. 50 روز شد. حالا 50 روز با نخوردن گوشت و تخم و دیگر چیزهای به خودشان معلوم روزه می دارند. این عمل یهودان و نصارا با نشانداد شریعت اصلیشان خلاف است. باز امت‌های بودند که تمام سال را یا نیم سال را روزه می داشتند. اکنون مهلت روزه اساسی که الله سبحانه و تعالی فرموده است و از بندگان خود آن را می‌پذیرد، آن چند روز است؟ به این سوال در آیت 184 سوره بقره انشاءالله به شما جواب میگویم. و پگاه ما را انتظار باشید. ان همین وقت و ساعت تفسیر آیت دیگری سوره بقره را برایتان میخوانیم. الله نگهبان هر یکی شما باشد و بار دیگر فرارسی ماه شریف رمضان بر هر یکی شما مبارک باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.